محترم نمایندگان پاستای اخباری آمد، خانم ها و جنابان، نخست میخواهم با پرزیدنت محترم جناب اخناگین خورلسوخ حکومت و مردم مغولستان برای حسن توجه و مهمان نوازی بار دیگر سپاس خویش را بیان نمایم. ما بر رشد و تحکیم پیوسته رابطه‌های دوستی و همکاری‌های سودمند با مغولستان دوست در همه عرصه‌های موردی توجه دو جانب اهمیت خاص می‌دهیم. ملاقات و مذاکرات امروزه‌مان را ادامه منطقی مکالمه بین دولتی میان دو کشور ارزیابی می‌نماید. تماس‌های منتظم سطح عالی و بلند را عامل مهمی تشکل شرایط مناسب برای باز هم وسیع گردانیدن روزنامه مناسبت‌های دو جانبه کشورهایمان می‌دانیم. در این قرینه از تکمیل زمینه حقوقی رابطه‌های دو کشور با بسته نوی سندهای همکاری در ساحه‌های مورد نظر طرف‌ها استقبال می‌نماییم. در فرجام مذاکرات یک قطار سندهای نو به امضا رسیدند که پایه‌های قراردادی و شرطنامه‌ای همکاری‌های ما را تقویت می‌بخشد. در رفت مذاکرات همچنین بررسی راه و واسطه‌های نوی توسعه همکاری‌های تجارتی و اقتصادی در مرکز دقت ما قرار داشت. ساحه‌های صنعت کارکرد، بخش صنعت سبک و خوراکواری، انرژتیکا، ساختمان، کشاورزی، از جمله بخش چاره‌داری و چندی از بخش‌های دیگری واقعی اقتصاد به حیث سمت‌های آینده‌دار مقرر کرده شدند. در اینجا پرزیدنت محترم دایر به این موضوعها اندیشه‌رانی کردند. من هم جانبداری همین فکرها هستم. وابسته به این ما امکانات‌های تطبیق مشترک لایه‌های سرمایه‌گذاری را در این و دیگر ساحه‌های اقتصاد به بررسی گرفتیم. همزمان با این ضرورت زیاد کردن حجم تجارت دو جانبه و توسعه ساختار مبادله مال تاکید گردید. ما برگزاری همایش دوم دایره‌های صاحبکاری دو کشور را در حاشیه سفر دولتی این جانب اقدام مهم در این جاده می‌شماریم. بر آن نظریم که نتیجه‌های این همایش و جلسه اولی کمیسیه بین حکومتی آید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی با فعال شدن تجارت دو جانبه مساعدت خواهد کرد. جانب تاجیکستان آمادگی خویش را برای راه اندازی تدبیرهای مشخص در همه سمت‌های ذکر گردیده ابراز نمود. ما رشد می‌بعده رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری را همچون عامل مهم تحکیم زمینه‌های دوستی بین مردمان تاجیکستان و مغولستان ارزیابی نمودیم. وابسته به این هوسمندی خود را به توسعه مناسبت‌های بین دولتی در ساحه‌های علم و معارف، فرهنگ، جوانان، سیاحی، ورزش و دیگر بخش‌های اجتماعی اظهار کردیم. از برگزاری روزهای فرهنگی تاجیکستان در مغولستان استقبال نمودیم. با جانبدار برگزاری منتظم چنین تبادل‌های فرهنگی و گومانیتری است. در جریان مذاکرات آید به مسائل مبرم روزنامه بین المللی و منطقوی مبادله افکار صورت گرفت. ما علاقمندی خود را به ادامه شریکی سازنده دو کشور با مقصد پیدا نمودن راه‌های واقعی حل و فصل
مشکلات منطقوی و بین المللی موجوده ایثار کردیم. مسئله تامین صلح و ثبات، امنیت از جمله آن موضوعی بودند که به آنها توجه خاصه ظاهر کرده شد. تاجیکستان همچون کشور صلح پرور همیشه جانبدار صلح و ثبات پایدار، رضایت و همدیگر فهمی کشورها می باشد. چند پیش با تشبث تاجیکستان مجمع عمومی سازمان ملل متحد آید به اعلان نمودن سالهای 2027 2036 همچون 10 ساله تحکیم صلح و خاطر نسل‌های آینده قطعنامه مخصوص قبول کرد. در این زمینه با جانب مغولستان که در برابر دیگر شریکان بین المللی ما از تشبث نو تاجیکستان دستگیری کرد، سپاس خود را ابراز می نماید. مسئله های ذخیره های آب و اقلیم از جمله تغییریابی اقلیم و مطابق شوی بین پیامدهای آن همچنین در مرکز دقت ما قرار داشت. تاجیکستان از برگزاری اجلاس 17 کنفرانس طرفهای کنونسیون سازمان ملل متحد آید به مبارزه بر ضد بیابانشوی که ماه اوگوست سال جاری در شهر اولانباتر برگزار می‌گردد استقبال می‌نماید. ما چاره‌بینی مذکور را همچون اقدامی مهم در راه تحکیم همکاری جهانی در ساحه حفظ محیط زیست ارزیابی می‌کنیم. تلاش‌های پیوسته مغولستان را در این ساحه قدر می‌کنیم. در این جهت آمادگی خود را جهت ادامه همکاری‌ها با مغولستان در عرصه بین المللی از جمله جهت تطبیق تشبث‌های جهانی تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم ابراز می‌داریم. ما از مذاکرات امروزه که در فضای حسن تفاهم، اعتماد و احترام همدیگری دایر گردیدند قناعتمندیم. باور داریم که نتیجه های این مذاکرات با تحکیم و گسترش منبع رابطه های دوستانه و همکاری های سودمند بین کشورهایمان مساعدت خواهد کرد. در فرجام با مغولستان دوست پیشرفت و شکوفایی بردوام به مردم آن صلح و ثبات آرزو می نمایم. همین راه هم با جناب عالی دوست و برادر خود محترم پرزیدنت تبریک گفتنی هستم که در ظرف 5 سال به نهایت مخصوصا پایتخت دولت دوست ما مغولستان خیلی ترقی کرده است، خیلی پیش رفته است. از آن سفر اولین من تا این سفر از زمین تا آسمان فرق می کند. این نشانه به نهایت سیاستی خردمندانه و دوربینانه رهبر دولت را نشان می‌دهد. برای همینم من به نهایت از دیروز تا حال خرسند هستم و احسن آفرین میگویم که چگونه در یک مهلت کوتاه من مقایسه میکنم زمان سفر یکم و حالا را چنین قدرت و توانایی دریافت کرده، مردم را سرجم کرده، دولت را آباد کردند. باز لایه نوی تعریضی شده ایستاده است، لایه نوی پایتخت دولت مغولستان در جای با اسم زیباتر و خوشتر. ما با آنها فقط میگیم که خدا قوتتان دهد. سلامت باشید.